دویم نفری که داخل جنت میشه گفتن المرأة راضی عنها زوجها. دویم زنی که شوهرش بگن همین زنک چیل خیر راضی هستی یا نه، دستاش برداره بگم برادر از من صد جان خدایم زنک راضیم. میگه این زن داخل جنت، این زنک در داخل جنت. ولی دیدین که همین تمام دنیا ها در وقتی زنها دنیا میگذرن شوهراشون میپرسن ای زن راضی هستی یا نه. حتی ما در حدیث داریم پیامبر نازنین میگه ایوم امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن ای دنیا گذره و شوهر راضی باشه و داخل جنت. برای همین خواهرای ما هم باید بسیار سعی کنن، بسیار حرکت کنن، بسیار کوشش کنن که دل شوهرها را به دست بیارن. باید شوهرها را احترام کنن، به قدر شوهرها رسن. ما برادرای عزیز در گرد همین احترام مرد بسیار سخنهای زیاد گفتگیم، لیکن همون زمانهایی که ما دعوت میکردیم کم کمک همین کمبودی های طرف زنها بود. ولی اینه دوره چند سالی که گذشت امروزا احساس میکنیم که مردکامون هم کمبودی زیاد پیدا کرد. مردکا هم برادر عزیز در زندگی کمبودی زیاد پیدا کرد. یعنی مقصد چی هست؟ آیت قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهم. الله ربی چه خیلی برابر میگیره. شما لباس زنها هستین، زنها لباس شما هستن. یعنی آمیزش. یعنی این معنی را ندارد که زن برای دل شوهر یافتن خب تمامی سعی و کوشش صرف کنه و لیکن مردک برای آنکه مسئولیت بزیمه داره که در نسبت زنش خود دوست داشتنش، خود احترامش، خود تأمینات لباسش، خود تأمینات شکمش، خود سخن نیک. و امام احمد حنبل بچه‌ش یک گپی زیبا گفت بچه‌م تو میخوای که زن دایم تازه باشه، خب همین بزیمه تو هست. تو میخوای که زن گپی خوبت بگه، همین بزیمه تو هست. یعنی هر چیزی که ای زنت میخوای همون خوب شه، همون بزیمه تو هست بچه. این خیلی یک طرفه نیست. برای همین برادر عزیز دویم نفری را که پیامبر پیشکی گفت اینا داخل جنتن، برادر عزیز کی بوده؟ زنی که شوهر از او راضیه. ولی حضرت انس حدیثی را میاره جناب امام طبرانی در کتابش میگه که پیامبر گفت که الا اخبرکم به اهل الجنه. عجایب سخنهای شیرین میگو حضرت. میگو بگون تون که مردکای جنتی کیه؟ قلنا بله یا رسول الله. گفتیم بله حضرت کیه؟ گفت النبی فی الجنه. حضرت خودش اشاره کرد گفت پیامبرتون در جنت هست. بعد از آن میگه حضرت ابوبکر در پهلوش بود گفت و صدیق فی الجنه. ابوبکر بود در جنت هست. بعد از آن گفت و رجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه. کسی یا برادری مسلمان شد به خاطر خدا زیارت بروه و هم در جنت هست. بعد گفت الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه. بگم تو که زنای جنتی کیه؟ قلنا بله. گفتیم بله حضرت. گفت ولود ودود. یکم زنهایی که زاینده میزایند. برادر عزیز این مراد از این اون نیست که زنهایی هستن که نازاینده، زنهایی هستن که نمیزایند. این معنی را ندارد که اینها جنتی نیستن، ولی از باب فضایل زنهایی که میزایند البته اینها چه خیلی که آدمی هست که حاضر نماز تهجد داره یا آدم نداره یا فرق میکنه. یک خواهری هست که لباس اسلامی رعایت میکنه، یک خواهری هست که همین 70% تنش مثال عریان میگرده، یا برابر نیستن. یعنی برتری هست، برتریه. زن میزایدگی ای زن نازاینده در قیمت قدر با بلندتره. گفت یکم. دو ودود.
زنکی که مردک دوست بدارن. ولی من با تاریخی هم تاریخ سوال گو میگم مردم شوخی واری قبول میکنن لیکن گفتم خیلی ها برای بپرسید همین از مثال یک برای پرسیدن پیامبر میگه که زنی که شوهرش را دوست بداره جنتیه. شما یک بپرسید که زنک ای همه چی را بسیار دوست میداری که چی میگه؟ برای چی نمیگه که مردک تره؟ برای برادرای عزیز از تعلیمات دین دور شدن. ایجا هم برادر عزیز اهمیت دادن در کار. زنها که تعلیمات دین دور شدن اگر بگوید ای همه چی را بسیار دوست میداری خیلی الله دانای او چی میگه. لیکن اگه گمانی ما همه که هیچ وقت نامی تره نمیگیرن. نمیگه که مردک تره میگه یکون میگه او لیکن نمیگه مردک تره دوست میدارم. برای برادر عزیز من علت چه میگم که اینها ای تعلیمات دین دور شدن. اینها ای خداشناسی دور شدن. اینها همین این صحبتی که ما و شما داریم اینها ندارن یورا. از همه جهت محدود که هستن برادر عزیز از کجا دست این یا اسخانها بیاید یا کتاب نمیخونن تلویزیون ماندگی هیچ وقت کتابم که برای کتاب نمیخونن. سیم چی گفت پیامبر کدام زن گفت اذا غضب او اسیه الیها او غضب زوجها. ولی ببین چه عجیب یک کاری را حضرت بیان کرد که اگه اینش را ما گارانتی میتونم که درمان نیستیم. اینش را ما گارانتی میتونم. گفت وقتی مرد در بیرون در یک حالت ناگوار قرار داره خیلی بیرونده یک کارنامه چید یک گپت با یک کس مقصد خوب نشید یک قهر ملالی در تو هست با همین خیلی حالت تو برادر عزیز خانه آمدی در زده شید در کشاده شید پیامبر میگه وقتی زنی که اکو جنتی گفتیسته یکم گفت زایندش دیمش که شوهر دوست میدارد سیمش کسی که مردک که میبینه همین در چهره آدم برادر عزیز همش نمایانه همین آدم غم داره یا شادی همون چهرت میگه وقتی دید مردک که حالتش حالت ناگواره همین مردک در یکان کار مقصد مبتلاه انا که زنی جنتی چیکار میکنه میگه که انا زنی جنتی میگه در حال میگه هذه یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. میگه در حال وقتی که میبینه زنای جنتی میگه دیگه خیلی در دست مردک میگیره دست در دستش میتن دستکش میقبه مردک مقصد میبینید که ناراحتی میبینید که چلی غم داری چی غم داری التماست میکنه مردک همین چیزی بود نبود خب همون بیرونده بگذار اگر به خدا مردک چهره در تبسم پیدا نکنی لا اکتحل بغمزین من امشب خواب نمیکنم همین سخنها را بگه همین زنان داخلی جنت. این شما برادرای عزیز اکو ایرا در زن امروزا مقایسه کنید همین بدرو همتری اولاد دا بالای سوختن مکاو میشود بالای سوختن مکاو میشود. برای چی برادرها بین تعلیمات دینی ما را بین همین است که ما قصه‌های زنها را میخوانیم اینا ای حدیث‌های پیامبر برخوردار بودن که مردکاشون از پشان اینقدر دعای نیکشون میدادن یا زنها مقصد برفتن مردا اینقدر غمدار میشیدن. دویم برادرای عزیز نفری را که پیامبر قبلا بشارتی به جنت میده کی بوده است زنی که شوهر از او راضیه. سیوم والمتصدقه بمهرها علی زوجها. سیوم زنی که مهرش در عوضی اخلاق توفیق مردک میبخشد. وقتی خواستگار میاد دخترک میپرسد چه خیلی بچه همی میگن که حافظ قرآن هست میگن 5 وقت نمازش میخونه
تا امروز در دست یگان زنی بیگانه را نداشته. الحمدلله قرآن خوانه، الحمدلله مقصد اخلاق زیبا داره. بعد دخترک میگه که اگر همین آدم که حافظ قرآن باشه، همین آدم که مرده که حلال باشه، من مهرم در عوض اون بخشیدم، من در هیچ مبلغ در کار نیست. همین زن میگه در جنت. قصه جلیبی بای میگه پیامبر آمد، جلیبی بسیار آدم کمبغل بود. حضرت اومد میگم خیلی حدیدش گو جلیبی بزن نمیگیری در مسجد که جلیبی میگه آدم کمبغل. بعد گو حضرت گفت من مرا کی زن میتگو، من آدم کمبغلم. گفت حضرت میگه تبسم کرده گذشت. پگاه دیدش گو جلیبی بزن نمیگیری. گو حضرت من نه خانه دارم، خانه من مسجده، بالیشتم گو نمی دستکامه، همین را میمونم خواب میکنم، مرا کی زن میته. میگه روزی سیوم گو جلیبی انا خانه فلان آدم میره، خواستگاری میکنی دخترشو برای خودت. جلیبی میگه گو حضرت او فلانی کجا من کجا، او یک آدمی بسیار آدمی با نفوذه، وای من دختر نمیته. گفت جلیبی برا به خواستگاری برا. میگه وقتی جلیبی خانه اومد، سخن پیامبر برادر عزیز، وقتی آمد میگه داخل خانه شید، در تق تق کرد، در آمد دیدن حیران شدن، گفتن من حیران نشین، مرا پیامبر روان کرده است برای خواستگاری دختر شما. میگه پدری میگه دختر گفت انا حرفات هرچی رفتیسته، حرفات هرچی رفتیسته. گفت نه پیامبر مرا روان کرد، من گفتم که آخی مقصد من لایق به این دربار شما هم نیست، مرا شما نمیتین، لیکن حضرت روان کرد. میگه همین حرفا من قطعی پدرش همین خیال بود که از داخل ای پشت پرده میگه صدای دختر بلند شد. گفت صدا زده پدر تو گوش کرده است ای گپی مردک کی روان کرده؟ گپ در سری بی کمبغلی و ناداری نرفته، اینا پیامبر روان کرده است. من جانم فدای پیامبر، من مقصد هر چیزی که باشد همه را بخشیدم. بیار جلیبی نفراتا بیار، مقصد من راضیم، من راضیم. ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک در شدم، یه روز همین را خواندم در ایاردانیا یک بچه قطعی یک دخترک هر دوش در بگه مدینیستود میخونده هم. بعدا بچه در همین دختر قبول شده است، میه پیش پدر دختر میگه که همین دختر شما من در معقولو، من میخوام همین را بزنی بگیرم، همین را مهرش میگفتین در اون دولت ها برادرها مهر بسیار گرانی بدهی، بسیار قیمت ایزن. بعد میگه این مرده گشت گفت که پدرش گفت مهر دختری من از روی انصاف، لیکن از روی انصاف 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات میفرستی، حساب کرده کی بود کردی بیا دختر من در نکاح میدارم. 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات بفرست، کی بود کردی بیا دختر من تیار. برادرای عزیز، این همه ایمان های، همه توفیق های، همه اسلام های که آدم ها در ایخی روحیه ها برادر عزیز تربیه میکنن، در ایخی روحیات. مثال از او خیل خواهره که او مثال در دست او میته، ایخی پدره که عاشق مثال صلوات پیامبر، البته ای او فرزندای خیلی به غیرت به دنیا می آید. چهارم آدمی را که پیامبر نازنین گفت اینها را ما قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدم. گفت که و رضا عنه ابوا، کسی را که پدر و مادرش ای رضا باشه، کسی را پدر و مادرش از او رضا باشه، این را من گفت پیشکی بشارت میتونم که این هم داخل جنته. خوش به حال برادرایی که پدر و مادراتون ای شما اگر راضی بودن و مردن،
یا باشن از شما راضیم. پنجم نفری را که پیامبر قبلا گفت و تائب من الذنب، کسی که توبه از گناه میکنه. گناهایی که کردیم برادر عزیز، لغزش‌هایی که کردیم، خطاهایی که کردیم، خب رو به قبله میشینیم بالای جای نماز دو، خب او معصیت‌هایی را که با خیلی وقتی خوش کردیم، با خنده کردیم، بسیار گوییم با یک وقتی خوش کردیم، گردنک کج میگیریم پیش الله مهربان و از خدای مهربان خواهش میکنیم که الله مهربان حقیقتا ما یک زمانی بسیار بنده بدبختی تو بودیم. امروز خدای مهربان مقصد ما برای توبه کردن اومدیم. الله مهربان گناهایی که کردم، خطاهایی کردم، اگرچه بسیارشا فراموش کردم، لیکن همش نزد تو محفوظن، همش نزد تو عیانن. خدای امورا را از من ببخش، خدای امورا را از من مغفرت کن. ببینیم یک او مولوی دارد میگه ای موی سفید کرده ای نام سیاه، یک چند گریخته ایزی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر میخوام. یعنی کرمم بسیاره، بیا عذر خواهی کن، من ترا مقصد به بندگیت قبول دارم. من گناهایی که کردی اگر توبت صدقم باشه همه شبا به حسنات مبدل میکنم. این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت میدادم. همون خواهرایشه، اپایشه، خب چیزایی را که من میدانم، من چیزایی را که دیدستم که امروز مقصد اینه که اگر نه برنامه یگان 3 روزه پیش در رادیو آزادی خوانده باشین مقاله که ماهیده 1000 طلاق شدیسته، ماهیده 1000 طلاق. اینه نه مقاله 3 روزه پیش در رادیو آزادی، ماهیده 1000 طلاق، سالیده 12000 طلاق. همش تأثیری شخصی سیمه، تأثیری شخصی سیمه. برای همین برادر عزیز و گرامی بسیار در این مسئله اهمیت دادن در کار. زندگی ها را مقصد همین چهلی که خیلی که یک دوران اینها را مثال همیشه نصیحت کن در کار، مصلحت کن در کار، سخنهای نیک گفتن در کار. کمتر زمان هم دیگر شدگی، کمتر مقصد تغییرات زیاد پیدا شدگی. برای به همه همین امروز مثال چکو کن در کار، مساعدت کن در کار، موافقت کنم در کار. تو برادر عزیز فرزندای ما خدا پرده کنه بچه که ما تو مثال وقتی زن سر میده یا دختری ما تو وقتی دیوه میشود، خب بیره بسیار مصیبت کلانه به خدا، بسیار تاثیر کلان روانی در دخترک در بچه تاثیر میکنه. همش اگر ببینین خاطر دین نیست، یگان تیمی را من چندی تو نه به خاطر نماز نیست، به خاطر خدا نیست، فقط به خاطر اینمی دنیای، به خاطر رشقای، به خاطر اینمی نفسای، به خاطر اینمی قدر چیزای. برای ما از خدای مهربان هم خواهم می‌کنیم که الله مهربان اختیار همی خواهر ما و دادن ما نیک باشند و خداوند زندگیشون خوب کنه، زندگیشون نیک کنه. بعضی همین تلاطم ها و بدبختی هایی که امروز آمده خدای مهربان این دامن خواهری ما و دادری ما نگیرد و خوشبخت شوند، زندگی خوب شون تی الله مهربان و آن چیزی رو که شنیدیم خدای مهربان توفیق عمل کردن شد ما نصیب کنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.